بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن حسن مثنی به اسناد خود از پدران گرامیش نقل می کند. ابوبکر عزم خود را بر گرفتن فدک از فاطمه زهرا علیها السلام جزم کرد. چون خبر به سمع و نظر حضرت رسید، سرپوش بر سر افکند و خود را در چادری پیچیده با گروهی از زنان به جانب مسجد به راه افتاد. حضرت خود را سخت مستور داشته بود و همچون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ کاستی قدم برمی داشت تا اینکه بر ابوبکر وارد شد. ابوبکر در مسجد نشسته بود و گروهی از مهاجرین و انصار بر گردش جمع شده بودند. برای دور ماندن حضرت از نگاه نامحرمان پرده‌ای در مسجد آویخته شد و فاطمه علیها السلام در پس آن قرار گرفت. فاطمه زهرا علیها السلام صدای خود را به ناله‌ای دلخراش بلند کرد. مسجد لرزید و حاضران به گریه افتادند. سپس مقداری سکوت کرد تا مسجد از جنب و جوش خود باز ایستاد. فریادها و همهمه ها چون به سکوت گرایید، کلام خود را با سپاس و ستایش از خداوند و درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آغاز نمود. بار دیگر ناله ها به اوج رسید. با برقراری آرامش مجدد، فاطمه علیها السلام این گونه ادامه داد: ستایش سزاوار خداست برای نعمتهایی که عطا فرمود و شکر و سپاس از آن اوست برای آنچه الهام فرمود و درودها شایسته اوست برای آنچه از پیش عطا فرمود از نعمتهای گسترده‌ای که آغاز نمود و روزیهای فراوانی که ارزانی داشت و بخشش‌های ارزشمندی که پی در پی افزود. این نعمت‌ها بیشتر از آنند که شمارش شوند و ماندگارتر از آن که قابل بازگشت و جبران باشند و پایانشان فراتر از آن که به ادراک درآید. آنان را فرا خوانده تا برای ازدیاد نعمت‌ها به شکر او بپردازند و برای تکمیل آنها مردم را به ستایش خود دعوت نموده و برای به دست آوردن امثال آنها تشویق فرموده است. و شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتای بی شریک نیست. این گفته سخنی است که مصداق خارجی آن را اخلاص قرار داده و روح آن را به قلبها پیوند داده و ادراک عقلی آن را به روشنی برای عقول میسر کرده. او که دیدنش با چشمها غیر ممکن و بیان اوصافش با زبان نشدنی و درک چگونگی او با پندار ممتنع است. خداوند اشیا را آفرید نه از چیزی که پیش از آن موجود باشد و ایجادشان کرد، نه با پیروی و تقلید از چیزی. با قدرت خیش چیزها را هستی بخشید و با مشیتش آنها را بسیار و پراکنده ساخت، بی آنکه به آفرینش آنها نیازی داشته باشد یا از صورتبندی آنها سودی برده باشد، جز آنکه حکمتش را به اثبات رسانده و مردم را به اطاعت خود توجه داده است. قدرتش را از این راه ظاهر نموده و بندگانش را بدین واسطه به پرستش خود فرا خوانده و دعوت خود را با این آفرینش قوت بخشیده است. سپس پاداش خود را برای اطاعتش مقرر فرمود و کیفرها و عذابها را برای معصیتش وضع نمود تا بندگانش را از خشم و عذاب انتقام خود دور کند و آنان را به سوی بهشت خیش بکشاند. و گواهی می دهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله
بنده و فرستاده اوست. پیش از آن که او را به سوی بندگان بفرستد او را انتخاب کرد و پیش از آن که انتخاب کند او را نشان کرد و قبل از آن که او را به پیامبری برانگیزد گزینش کرد. در حالی که مخلوقات هنوز در عالم غیب پنهان بودند و در پشت پرده های هولانگیز نیستی پوشیده بودند و با سرحد عدم همنشین بودند. دلیل انتخاب پیامبر علم خداوند متعال به آینده دوران و احاطه کامل او به حوادث روزگاران و شناخت کامل او به مقدرات جهان بود. خداوند پیامبر را مبعوث فرمود برای آنکه فرمانش به انجام رسد و حکمش را امضا نماید و مقدرات رحمتش را اجرا کند. خداوند دید که هر فرقه ای از مردم دینی را برگزیده اند. برخی به خلوت نشینی و عبادت در آتشکده پرداخته اند و برخی به پرستش بتها مشغولند و با اینکه خدا را به خوبی میشناسند او را انکار میکنند. اینجا بود که خداوند با نور پدرم محمد صلی الله علیه و آله تاریکی هایی را که حاکم شده بود زدود و پرده های ابهام را از قلب ها کنار زد و تیرگی ها را از برابر چشم ها برطرف ساخت. پدرم در میان مردم به هدایت برخاست، پس آنان را از گمراهی و خرافات نجات داد و از کور دلی به روشنبینی رهنمون ساخت و به دین استوار و محکم هدایت فرمود و آنان را به راه راست دعوت نمود. آنگاه خدا با مهربانی و اختیار و با اشتیاق و انتخاب روح او را به سوی خیش کشید. محمد صلی الله علیه و آله از رنج این دنیا راحت شد. فرشتگان نیکو او را در میان گرفته اند و خوشنودی پروردگار آمرزنده او را در بر گرفته است و در همسایگی خداوند جبار جای گرفته است. خدا بر پدرم پیامبر و امین او و بهترین آفریدگان و برگزیده او درود فرستد و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. ای بندگان خدا، شما مخاطبان امر و نهی او و حاملان دین و وحی او هستید و امانتداران خدا درباره یکدیگر و رساننده پیام او به امتهای دیگر هستید. پرچمدار و حافظ حق او در میان شماست و عهدنامه‌ای که برایتان فرستاده و یادگاری که بر شما حاکم و جانشین ساخته نزد شماست. آن یادگار کتاب ناطق و گویای خداوند و قرآن راستگوست که نور تابنده و روشنایی درخشنده است. دلایلش روشن، اسرار باطنیش آشکار و زیبایی های ظاهرش جلوه کننده است و بر رهروانش رشک میبرند. پیرویش باعث رسیدن به رضوان الهی است و شنیدنش به راه نجات میکشاند. از طریق قرآن میتوان به حجتهای روشن خدا رسید و واجباتی که در آن تشریح شده و محرماتی که منع شده و دلایل روشنگرانه و برهانهای قانع کننده و فضایل پسندیده و رخصتها و مباحهای مرحمت شده و دستورات و احکامی که واجب شده را به دست آورد. خداوند ایمان را مقرر فرمود برای پاکی شما از شرک و نماز را برای دوری شما از کبر و خودخواهی و زکات را برای پاکیزگی نفس و افزایش روزی و روزه را برای برقرار داشتن اخلاص و حج را برای شکوه و استواری دین و عدالت را برای پیوند قلبها و همبستگی و اطاعت ما خاندان را برای نظم و هماهنگی مردمان و پیشوایی ما را برای ایمنی از تفرقه و پراکندگی و جهاد را برای عزت و سربلندی اسلام قرار داد.
و صبر را وسیله‌ای برای دریافت پاداش الهی و امر به معروف را برای مصلحت عموم مردم و نیکی به پدر و مادر را برای جلوگیری از غضب الهی و صله رحم را برای افزایش جمعیت و عمر طولانی و قصاص را برای حفظ جان و پیشگیری از خونریزی و وفای به نذر را برای کسب آمرزش الهی و کامل دادن پیمانه و وزن را برای تغییر روحیه کمفروشی و نهی از شرابخواری را برای دوری از پلیدی و پرهیز از تهمت را برای دوری از لعنت خداوندی و ترک دزدی را الزامی برای مسئولیت از لغزش قرار داد و شرک را حرام فرمود تا در ربوبیت او اخلاص فراهم آید. پس آنگونه که شایسته است تقوا پیشه کنید و از دنیا نروید جز آن که تسلیم امر خدا باشید و خدا را در آنچه به آن امر و نهی شده اید اطاعت نمایید، چرا که از میان بندگان خداوند تنها عالمان در برابر عظمتش متواضعند. ای مردم، همه بدانید من فاطمه ام و پدرم محمد است. دوباره هم میگویم چنان که در ابتدا هم بیان نمودم و در گفتم اشتباه ندارم و در آنچه میکنم راه خطا نمیپویم. همانا برای شما پیامبری از میان خودتان آمد که رنج و مهنت شما بر او دشوار و بر نجات شما مشتاق است و بر مؤمنان رؤوف و مهربان است. اگر خاندان و نسب او را جویا شوید و او را بشناسید میابید که او پدر من است نه پدر زنان شما و برادر پسر عموی من است نه برادر مردان شما و نسبت داشتن به او چه افتخار و نسبتی نیکوست. پیامبر ابلاغ رسالتش را به خوبی انجام داد، آشکارا هشدار می‌داد، از راه و رسم مشرکین رو می‌گرداند، با نواختن بر شانه ها مردم را به پیش می‌راند، با فشردن گلوهایشان آنان را هوشیار می‌ساخت و با حکمت و موعظه حسنه به سوی پروردگار خود فرا می‌خواند. بت‌ها را در هم می‌شکست و اشراف و سران مشرک و متکبر را سر می‌کوباند، تا اینکه جمع آنها شکست خوردند و عقب نشستند و صبح ایمان تاریکی کفر را شکافت و سر برآورد و حقیقت محض به جلوه درآمد و زمامدار دین به سخن آمد و فریادهای شیاطین خاموش گشت و فرومایگی اهل نفاق فرو نشست و همبستگی های کفر و شقاق و اختلاف به پایان آمد. زبان به گفتن لا اله الا الله گشودید در حالی که ادعی رنگ پریده و تهیدست بودید. پیش از آن بر لب پرتگاهی از آتش قرار داشتید. چنان اندک و ضعیف بودید که همچون جرعه‌ای برای نوشندگان و فرصتی برای شکارچیان طمعکار و پاره آتشی بودید برای آنها که در پی ربودن آتشند. و لگدکوب هر رونده و نوشنده آبهای آلوده و گندیده و خورنده گوشتهای خشکیده و خار و حقیر و رانده بودید و پیوسته از این که مردمان غارتگر شما را بربایند می ترسیدید، تا اینکه خدای متعال شما را به وسیله محمد صلی الله علیه و آله نجات داد، اما نجاتی بعد از حوادث کوچک و بزرگ و بعد از درگیری با مردان بیباک و بیپروا و گرگان عرب و نافرمانان اهل کتاب. هر زمان آتش جنگی افروخته میشد خداوند آن را خاموش میکرد، یا هرگاه شاخ شیطان سر بر می آورد یا فتنه ای از سوی مشرکین دهان می گشود، پیامبر برادرش علی را در دهان معرکه می انداخت. او هم باز نمی گشت مگر زمانی که سرهای آنان را بر خاک می افکند و آتش فتنه را با آب شمشیرش خاموش می ساخت. او در راه خدا بسیار سختی کشیده و در امر خدا بسیار کوشیده است.
او مجاور و نزدیک به رسول خدا، سید و سالار و سروری از اولیاء خدا، همیشه آماده و خیرخواه و پرتلاش و کوشنده بود و در راه خدا به سرزنش ها و ملامت ها اعتنا نمی فرمود. اما شما در رفاه و آسایش زندگی می آرمیدید و در شادمانی و امنیت به سر می بردید. در انتظار دگرگونی روزگار و پیش آمد حوادث ناگوار برای ما بودید و توقع شنیدن خبرهای بد درباره ما داشتید. در هنگامه کارزار عقب نشینی می کردید و از جنگ و نبرد فرار می کردید. زمانی که خداوند برای پیامبرش سرای ابدی پیامبرانش را اختیار کرد و آرامگاه همیشگی برگزیدگانش را برای او برگزید، کینه‌های درونی و نشانه‌های درویی شما ظاهر گردید و پرده دین کنار رفت و گمراهان به صدا آمدند و فرومایگان بینام و نشان سر برآوردند و جلو آمدند و نعره اهل باطل به غرش آمد و در صحنه اجتماع شما به حرکت در آمدند. شیطان سرش را از مخفیگاهش بیرون کرد و شما را به سوی خود خواند و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت و برای فریب خوردن آماده دید. آنگاه به تهییج شما برای قیام پرداخت و شما را سبکبار و آماده یافت و شعله‌های خشم و کینه را در درون شما روشن کرد و آثار غضب را در شما نمایان دید. بر شتری که از آن شما نبود علامت نهادید و به آبشخوری که حق شما نبود وارد شدید و به غصب خلافت پرداختید. با آنکه هنوز از رحلت پیامبر چیزی نگذشته بود و زخم این مصیبت هنوز عمیق و باز بود و جراحات آن داغ التیام نیافته بود و هنوز پیامبر به خاک سپرده نشده بود. بهانه شما این بود که نگرانیم فتنه ای برپا شود. بدانید که خود در فتنه فرو افتادید و جهنم بر کافران احاطه دارد. هیهات، از شما چنین انتظاری نبود. شما را چه شده و چه می کنید؟ چرا کج راه می روید؟ با اینکه کتاب خدا پیش روی شماست، مطالبش نمایان و احکامش درخشان و نشانه‌های هدایتش تابان و منهیات آن پیدا و فرمانهایش هویداست، اما شما آن را پشت سر انداخته اید. به راستی آیا از آن روی تافته اید یا به غیر آن حکم می کنید؟ چه ناپسند است برای ظالمان آنچه به جای قرآن انتخاب کرده اند و هر کس غیر از اسلام دینی انتخاب کند قطعاً پذیرفته نخواهد بود و در آخرت در گروه زیانکاران خواهد بود. آری، بر مرکب خلافت سوار شدید، اما حتی به این اندازه درنگ نکردید که رام شود و تسلیمتان گردد. ناگهان آتش فتنه ها را برافروختید و شعله ها و شراره های آن را به هیجان آوردید. همواره دعوت شیطان فریبکار را اجابت می کنید و به خاموش کردن جلوه های انوار آشکار دین خدا می پردازید و در عمل به سنت های پیامبر برگزیده اهمال می کنید. به بهانه گرفتن کف از روی شیر آن را تا آخرش می نوشید و علیه خاندان و فرزندان پیامبر آرام و مخفیانه و از پشت نهانگاه ها و تپه ها و انبوه درختان قدم برمی دارید. ما نیز تحمل می کنیم مانند کسی که زخم دشنه بر حنجرش و نوک نیزه بر دلش نشسته باشد. اکنون گمان می کنید که ارثی برای ما نیست. آیا در پی همان سنت جاهلی هستید؟ چه حکمی از حکم خدا برای اهل یقین بهتر است؟ آیا شما این مسائل را نمی دانید؟ البته که می دانید. همانند آفتاب درخشنده برایتان هویداست که من دختر پیامبر هستم. ای مسلمانان، آیا سزاوار است ارث من به زور از من گرفته شود؟ ای پسر ابی قحافه،
آیا این در کتاب خدا نوشته شده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارثی نداشته باشم؟ چه سخن عجیب و ناروایی! آیا عمدن کتاب خدا را ترک کرده اید و آن را پشت سر انداخته اید؟ قرآن میگوید سلیمان از داوود ارث برد. در داستان زکریا نیز چنین است که پروردگارا مرا فرزندی عنایت فرما تا از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد. و در قرآن فرمود و خویشاوندان رحمی در ارث بعضی از بعض دیگر سزاوارترند. و فرمود خدا شما را به ارث فرزندان سفارش می کند که پسر 2 برابر دختر بهره می برد. و فرمود اگر کسی مالی از خود بگذارد به شایستگی برای پدران و مادران و خویشان وصیت کند، این حقی است بر پرهیزگاران. و شما چنین گمان بردید که برای من بهره ای نیست و سهمی از ارث پدرم برای من نیست و نسبت خویشاوندی بین ما نیست. آیا خداوند آیه ای را مخصوص شما نازل کرده و پدرم را از حکم آن خارج کرده؟ یا اینکه میگویید پیروان 2 مذهب از یکدیگر ارث نمیبرند؟ آیا من و پدرم از یک دین و مذهب نیستیم؟ آیا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسر عموی من داناترید؟ حال که چنین است پس ارث مرا بگیر که همچون شتری مهار شده و آماده بهره برداری است. اما روزی که از خاک برخیزی تو را ملاقات می کند و در آن روز خداوند چه نیکو داوری است و محمد صلی الله علیه و آله چه نیکو پیشوایی است و قیامت چه نیکو وعدگاهی است. در آن زمان اهل باطل همگی زیان می‌بینند و پشیمانی در آن زمان فایده‌ای ندارد و هر خبری که خدا داده زمان وقوعی دارد و به زودی خواهید فهمید که عذاب خار کننده بر چه کسی فرود می آید و عذاب جاودانه بر چه کسی روا باشد. آنگاه به سوی انصار نظر کرد و فرمود ای گروه بزرگان و سروران امت و ای بازوان و حامیان ملت و ای حافظان اسلام، این چه قصور و کوتاهی در حق من است و این چه تسامحی درباره دادخواهی من است. آیا پدرم رسول خدا نمی فرمود احترام هر کس در احترام به فرزندانش باقی است؟ چه سریع اوضاع را دگرگون کردید و چه زود به آنچه زمانش نرسیده بود اقدام کردید، با اینکه شما توان آنچه در پی آن هستم دارید و قدرت حمایت از خواسته و هدف مرا دارایید. آیا میگویید محمد مرده؟ آری، مصیبتی بس بزرگ رخ داده که ضعف و سستی حاصل از آن مصیبت فراگیر شده و شکاف ایجاد شده از آن دامن دارتر شده و همبستگی ملت به گسستگی تبدیل شده. در غیبت پیامبر تاریکی همه جا را فرا گرفته و در مصیبت او خورشید و ماه گرفته اند و ستارگان بی فروغ و پراکنده گشته اند و آرزوها به نومیدی گراییده و کوه ها سر فرود آورده و حریم ها ضایع و بی اعتبار شده و با رفتن او دیگر حرمتی باقی نمانده است. به خدا سوگند که این همان فاجعه بزرگ و همان مصیبت عظیم است که به مانند آن نازل نشده و بلای جانگدازی در این سرا به پای آن نرسیده است. البته کتاب خدای جلیل قبلا از آن خبر داده، کتابی که پیوسته در خانه های شماست و هر صبح و شام می‌خوانید و با صدای بلند و رسا قرائت می‌کنید و با لحن خوش تلاوت می‌نمایید. البته پیش از اون نیز مرگ برای دیگر انبیای خدا اتفاق افتاده، حکم و تقدیری حتمی است. قرآن می‌فرماید محمد نیست مگر فرستاده خدا که پیش از وی پیامبران دیگری نیز بودند. اگر بمیرد یا کشته شود آیا شما به عقب برمیگردید؟ البته هر کس به عقب برگردد کوچکترین زیانی به خدا نمیرساند
و خدا به زودی شاکران را پاداش می‌دهد. حضرت دوباره به انصار خطاب فرمود: عجبا ای فرزندان قیله، آیا حق من از میراث پدرم ظالمانه از من گرفته می شود، در حالی که شما می بینید و می شنوید و در جلسات و مجامع مخاطب هستید؟ دعوت من به شما می رسد و خبرها فراگیر است و نفرات و آمادگی کامل دارید و ابزار و نیروی کافی در اختیارتان هست و سلاح جنگی و سپر هم دارید، اما با این که صدای دعوت به شما می رسد اجابت نمی کنید و فریاد استغاثه به گوشتان می رسد و فریاد رسی نمی کنید. شما به جنگاوری و بیباکی زبان زدید و به اهل خیر و صلاح بودن معروفید و برجستگانی هستید که انتخاب شده اید و اهل خیری هستید که برای ما اهل بیت برگزیده شده اید. با جماعت عرب پیکار کردید و متحمل رنج و خستگی زیادی شدید و شاخهای گردنکشان را در هم شکستید و پنجه در پنجه حریفان سرسخت انداختید. تا بود این گونه بود که با هم حرکت می کردیم، ما فرمان می دادیم و شما فرمان می بردید، تا اینکه آسیای اسلام بر محور وجود ما خاندان به گردش درآمد و شیر خیر و برکت در سینه روزگار به فراوانی رسید و نعره‌های نخوت‌آمیز شرک کم کم به سردی گرایید و شعله‌های دروغ و تهمت فرو کشید و آتش کفر به خاموشی گرایید و دعوت به پراکندگی و آشوب بیارامید و نظام دین انسجام یافت و به سر و سامان رسید. چه شد که بعد از روشن شدن حق چنین حیرانید و پس از آشکار شدن حقیقت آن را پوشیده می دارید و بعد از پیش قدمی عقب نشینی کرده اید و بعد از ایمان راه شرک در پیش گرفته اید؟ بدا به حال مردمی که بعد از این که پیمان بستند سوگندهایشان را شکستند و در بیرون راندن پیام بر اهتمام کردند و نخستین بار پیکار را آنان شروع نمودند. از آنها می ترسید؟ در حالی که سزاوارتر است که از خدا بترسید اگر اهل ایمانید. آگاه باشید، من چنین می‌بینم که شما رو به راحتی گذاشته اید و عافیت طلب شده اید. کسی را که به تصرف و تدبیر امور از همه سزاوارتر است دور کرده اید و در گوشه فراغت به آرامش روی آورده اید و خود را از تنگنا به گشایش رسانده اید. آری آنچه فرا گرفته بودید بیرون افکندید و آب گوارایی که نوشیده بودید به سختی از گلو برآوردید. پس اگر شما و هر کس در روی زمین است کافر شود، خدا از همگان بی نیاز و ستودنی است. آگاه باشید، آنچه لازم بود بگویم گفتم، با اینکه شما را می شناسم و میدانم که یاری نکردن حق با وجود شما آمیخته است و بیوفایی دلهای شما را فرا گرفته است. ولی این شکوه ها سرریز اندوه و نگرانی های متراکم و آه دلی خشمگین و برافروخته و از سر سستی و ضعف تکیهگاه بود و اینها بروز قصه های انباشته و نهفته در سینه و اتمام حجتی برای همه بود. حال دیگر خلافت برای شما، آن را بگیرید. اینک پالان این ناقه را تنگ ببندید که پشت او زخم دیده، پایش تاول زده و ساهیده و قابل سواری نیست و ننگ آن باقی است و داغ غضب خدای توانا و رسوایی و بدنامی همیشگی برای آن نشانه است. سرانجام به آتش برافروخته الهی خواهد رسید، آتشی که بر دلها شعله خواهد کشید. کردارتان در پیش چشم خداست و آنان که ستم کردند به زودی می‌دانند که بازگشتشان به کجاست. و منم دختر پیامبری که به عذاب سختی که پیش روی شماست هشدار می‌داد. پس هر چه می‌خواهید بکنید، ما نیز به کار خود هستیم و منتظر باشید که ما هم در انتظاریم.
پس از سخنان فاطمه علیه السلام، ابوبکر در آن جمع پاسخ دختر پیامبر را چنین داد: ای دختر پیامبر خدا، پدرت غمخوار مؤمنین بود و بر آنان چون دایه‌ای مهربان و دشمن کافران بود و نشانی از قهر یزدان. اگر نسبت به او دقیق گردیم میابیم که او پدر توست، نه پدر دیگر زنان. برادر پسر عموی توست، نه دیگر مردان. در دیده پیامبر او علی از همه خیشان برتر و در کارهای بزرگ او را یاور. جز سعادتمند شما را دوست نمی دارد و جز بدکار شما را دشمن نمی دارد. چرا که شما خاندان پاک رسولید و برگزیده خوشنامان جهان. شما ما را به خیر و صلاح راهبر و به سوی جنت و رضوان راهنما بودید. و تو ای برگزیده بانوان، ای دختر بهترین فرستادگان، در گفتارت راستگو و در وفور عقلت پیشگام هستی. هرگز از حقت برکنار نخواهی بود و در راستی گفتارت شک نخواهیم نمود. اما به خداوند سوگند که من گامی فراتر از آنچه که رسول خدا فرمود ننهادم و جز به رخصتی که او فرموده بود اقدام نکردم، بدان که راهبر قبیله به خیل و خیشان خود از سر دروغ چیزی نمیگوید. من خداوند را به شهادت می طلبم که خداوند بر این گواهی مرا کفایت می کند. من از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود ما پیامبران دینار و درهم و خانه و مزرعه به ارث نمی گذاریم، بلکه آنچه بر جای می نهیم کتاب و حکمت و دانش و نبوت است و آنچه طعمه و وسیله ارتزاق داریم بر دوش ولی امر بعد از ما می باشد که هر گونه بخواهد درباره اش حکم می کند. و ما آنچه را که تو در طلب آن هستی در مصرف خرید اسب و اسلحه قرار دادیم تا مسلمانان با آن به میدان کارزار رفته به جهاد با کفار برخیزند و بر سرکشان بدکار پیروز شوند. من این کار را به اتفاق تمامی مسلمانان به انجام رساندم و در این کار یک تنه وارد نگردیدم و بر رأی و نظر خود مستبدانه عمل ننمودم. اینک این حال من و این مال من برای تو و در اختیار تو، نه از تو دریغ داشته و نه برای دیگری انباشتم. تو بانوی امت پدر خود و درختی بارور و پاک برای فرزندان خود هستی. انکار فضائلی که خاصه توست نخواهد شد و از شاخه و ساقه تو فروگذار نتوان نمود. حکم تو در آنچه که من آن را مالکم نافذ است. اما تو خود روا می داری در این باب خلاف گفتار پدرت عمل نمایم؟ حضرت علیه السلام در پاسخ ابوبکر فرمود: هرگز پیامبر خدا از کتاب الهی رویگردان نبود و با احکام آن مخالف نبود و مخالف احکامش حکمی نمی فرمود، بلکه پیوسته او پیرو قرآن بود و در طریق سوره های قرآن راه می پیمود. آیا در سر دارید مکر و غدر را به زور پیرایه او کنید؟ مشی شما پس از رحلت او همچون دامهایی است که در زمان حیات برای هلاکتش گسترده می شد. این کتاب خداست که میان من و شما به دیده انصاف حکم خواهد نمود، چرا که مبین حق و باطل است. این کتاب میگوید که وارث من و خاندان یعقوب باشید و سلیمان از پدرش داوود ارث برد. خداوند در آنچه مربوط به سهمیه وارث است بیانی روشن دارد و در باب واجبات و میراث و آن بهره‌هایی که از برای مردان و زنان مقرر فرموده به تفصیل سخن رانده است و جای بهانه‌گیری برای پیروان باطل ننهاده و گمان و شبهه را از ذهن گمراهان زدوده است. پس این چنین نیست که شما میگویید، بلکه نفس شما کاری را در انظارتان آراسته است. اکنون برای من صبر جمیل بهتر است و خداوند را در این باره باید به مدد طلبید. خداوند راست گفته
و فرستاده او راستگو بود و دختر پیامبرش هم نیز گفتاری از سر صدق دارد. تو گنج حکمت، قلب هدایت و رحمت و ستون دین هستی. سخن حق تو را دور از حقیقت نمی دانم و در مقام انکار و عیبجویی از آن بر نمی آیم. اینک این مسلمانان حکم میان من و تو. این مسئولیتی که به گردن گرفتم آنان به گردنم انداخته اند و آنچه را که تصرف کرده ام به اتفاق ایشان بوده است. نه اظهار کبر و بزرگی می نمایم و نه بر رأی خیش پای می فشارم و نه آنچه را که به تصرف در آورده ام از برای خود برداشته ام که اینان شاهد صدق ادعایم هستند. پس از اتمام سخن ابوبکر، حضرت فاطمه علیه السلام نگاهی به مردم افکنده چنین فرمودند: ای جماعت مسلمان که شتابان به سوی حرفهای باطل می روید و بر کارهای زشت و زیانبار چشم می پوشید. آیا در قرآن تدبر نمی کنید یا دلهایتان قفل خورده و نمی فهمید؟ خیر، بلکه دلهایتان به واسطه رفتارهای ناشایست زنگار گرفته و گوش و چشم شما را بسته و در اختیار گرفته است. و چه ناروا تأویل کرده اید و چه مصداق بدی مقرر کرده اید و چه راه بدی را نشان داده اید و جابجایی و معاوضه بدی انجام داده اید. به خدا سوگند بار آن را سنگین و عاقبت آن را ننگین خواهید یافت. زمانی که پرده ها کنار رود و زیانهای ناپیدا پدیدار گردد و از جانب پروردگارتان برای شما ظاهر و پیدا شود چیزی که به فکرتان هم نمی رسید، آنجاست که اهل باطل زیانکار شود.